بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه و بعد. برادران عزیز، خواهران گرامی قدر، امیدوار هستم صحت و سلامتید. بعضی دوستان سوال کردند آیا مال غیر مسلمانان نیز حرمتی دارد؟ زیادی از مسلمانان به دیگر کشورها سفر میکنند، یا از تنگی رزق باشد یا اینکه جان اونها در خطر است، به سبب‌های گوناگون به روسیه، به اروپا، به آمریکا سفر میکنند و وقتی میاند این کشورها در دکانها و انبارها کار و فعالیت میکنند و با دلیل این که صاحب این دکان مسلمان نیست یا اینکه این کشور مسلمان نیست دزدی میکنند. آیا این از دیدگاه شریعت جایز است یا نه؟ ما در چند نقطه به این سوال جواب میگم. در چند نقطه. اولش این که برادران عزیز، خواهران گرامی، دزدی این یک گناه کبیره است. دزدی یک گناه کبیره است. فرق نمیکنه که این مال مسلمان است یا غیر مسلمان است. دزدیدن مال اون گناه کبیره است و الله جزای دزد بریدن دست او مقرر کرده است و جایی نگفته است که اگر مال مسلمان دزدیدی دست قطع نمیکنم و مال غیر مسلمان دزدیدی دست قطع میکنم. اینچونین نست ما در دست نداریم. فرق نمیکنه اون مال از مسلمان است یا غیر مسلمان است. اگر ثابت شد که دزدی کردی، پس باید از دیدگاه شریعت دستت بریده شود، یعنی قطع شود. دیگرش این که در شریعت ظلم، خیانت، فریب، دزدی همه اینها حرام است. همه این حرام است. فرق نمیکنه برای مسلمان با مسلمان باشه یا غیر مسلمان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه به مدینه هجرت کردند، یک مقدار مال قریشی ها نزد پیغمبر بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی را بعد خود گذاشتند، گفتند که مال ای را به صاحبش برگردان، بعد از او هجرت کرد. در صورتی که قریشی ها میخواستند پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قتل برسانند، سوء قصد هم کردند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از هجرت کردنشون علی را مسئول گرداندند، گفتند مال اونها را برگردان، بعد از او هجرت کرد. دیگر از این برادران عزیز، وقتی که شما یا اینکه ما و شما با این دولت ها وقتی که سفر میکنیم، ما ویزا طلب میکنیم. ویزا، بعضی ها به طریق ویزا، بعضی ها از طریق حدود میان میگذرن، طلب پناهندگی میکنن. در هر صورتی که باشه این یک عهدی هست و عهد میشود که زبانی باشه و میشود که از طریق کاغذ نوشتن باشه. یعنی به این معناست که وقتی شما ویزا میگیرین یا اینکه ایسویس میگیرین، ایسویس 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، چه مقداری که هست، وقتی که میگیرین این خودش یک عهد و پیمان است. به این معنا است که من دزدی نمیکنم، آدم نمیکشم، مال کسی را نمیگیرم، خیانت نمیکنم، یعنی عهد شکنی نمیکنم، ضرر و زیان نمیرسانم. این به همین معنا هست. و این عهد است. و الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که ایمان آوردید به عهد و پیمان خود وفا کنید. و در اینجا الله نگفته است که تنها اگر رفت با مسلمان عهد کردی وفا کن، با غیر مسلمان اگر رفت عهد کردی وفا نکن. نه اومده است این گونه نه اومده است. علما در تفسیر این آیت فرمودند خداوند اینجا پیمان را به شکل عام ذکر نموده است. یعنی پیمان عام است در اینجا، فرق نمیکنه که طرف مقابل تو مسلمان است یا غیر مسلمان. پس برادران عزیز، به هیچ وجه شما وقتی که در این دکان ها کار میکنین اجازت ندارین که دزدی کنین. علامه ابن عابدین در این مورد چنین فرموده است در کتاب رد المحتار، در کتاب جهاد، باب احکام شخص پناهنده، جزء 6، صفحه 275. وقتی مسلمان به عهد امان به کشور غیر اسلامی وارد می شود، حرام است که به مال، خون و یا ناموس آنان دست درازی نماید، زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در روایت امام ترمذی و ابن ماجه المسلمون عند شروطهم، یعنی مسلمانان باید پایبندی عهد و پیمان خود باشند. بله. خب در این مسئله اقوال زیادی از اهل علم وارد شده است. امام قاضی ابن عربی مالکی در تفسیر خودش جامع الاحکام در آورده است. امام نووی در روضة الطالبین این مسئله را بیان میکنه. خب دیگر از این که برادران عزیز، این عملی را که بعضی ها انجام میتن، مثلا میروند در دکان ها کار میکنن، دزدی میکنن، یا اینکه میروند در بعضی دکان هایی که خوراکواری است، مواد خوراکواری، میروند میگیرن، دزدی میکنن، پول نداده فریب میکنن، از پیش کسا میگذرن. در مجموع همه این حرام است.
همه ای از دیدگاه شریعت حرام است و این یک عمل زیشت است. اگر رفت همون نفر دستگیر کردن، اینجا یک عمل زیشت است و این بدنامی مسلمان است و این بدنامی مسلمانان است و در این نفاق است. نفاق است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند آیت المنافق ثلاثه، نشانه های منافق سه است. حدیث متفق علیه است. پیغمبر گفتند وقتی که سخن میگه دروغ میگه، وقتی که سخن میگه دروغ میگه و وقتی که وعده میکنه خلاف میکنه، وعده میته خلاف وعده عمل میکنه و هر وقتی که نزدش در امانت گذاشتن خیانت میکنه و این نشانه نفاق است. خب در مجموع اینجا دلایل زیاد وارد شده است، اما وقت شما را زیاد نمیگیرم. در خلاصه همین گفتنی هستم که این عمل حرام است و از دیدگاه شریعت و برادران من و شما باید از این عمل خودداری کنند. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.